از اینه که این لحظه ها در پخش مستقیم ما رو تماشا دارند و شالای گلخواجه هستم. عزیزان، در روز شنبه در خدمت شما، چون هر وقت ما در روز شنبه یک شنبه استراحت داشتیم، طور شما هم میدونید و من یک هفته اخیر استراحت داشتم، ولی بنابر یک خبری فوری من استراحت خود را قطع کردم و خواستم به خدمت شما قرار بگیرم تا این خبر رو برای شما برسونیم، خبری که دیر شما انتظار بودید و زیاد از ما میپرسید. خوب، همه چی رو با تفصیل میگم. امروز رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین یک فرمانی را در مورد سبکی دادن به بود و باشی مهاجران در روسیه و همچنین پتنت سپاری آنها صادر کرد. یعنی شروع از 15 مارت تا 15 ایون بود و باشی مهاجران در روسیه، ثبت موقتی آنها و همچنین سپاریدن پتنت در این کشور باز داشته می شود. این به آن معنی است که اگر شما مهاجران عزیز تا 15 مارت پول پتنت رو سپاریده بودید و مهلت این پتنت شما به آخر رسید، شما می توانید تا 15 ایون به پتنت فعالیت کنید. البته این فرمان به اون مهاجران داخل دارد که قانونی در روسیه کار و فعالیت داشتند. البته این موضوع علاقه طور ما دیدیم در چند ساعت اخیر در بین شما مهاجران خیلی سر و صدای زیاد رو با وجود آورد و البته سوال های زیاد به میان آمد و ما در عین زمان این مسئله رو با سفیر تاجیکستان در روسیه و دیگر دیپلمات های کشور و کارشناسان در میان گذاشتیم و میخواهیم در چند لحظه بعد برای شما این موضوع رو بیشتر شرح بدیم. این با اون معنی است که بینندگان عزیز منتظر باشید، تقریبا بعد از یک ساعت دیگر یا 1.5 ساعت دیگر یک نشر مخصوص خبری ما برای شما تقدیم خواهیم کرد که در اونجا به واسطه من درباره همین فرمان نوی ولادیمیر پوتین برای شما توضیح خواهم داد و همچنین خبرهای تازه دیگر مربوط به تاجیکستان و جهان را منظوری شما میگردانیم. البته من همه شما را منتظر خواهم بود در این نشر مخصوص تا اینکه خبر خوش را برای شما با تفصیل نقل کنم. با ما باشید، من شما را منتظر خواهم بود.